آخی؟ و ما گفتستم که کار دارم کار. بعد نمیشه که هم بزرگتون توقع بریم. نه جای کار ما یکم این فکر نکنین، جای کار ما نیم بود. بیا خواهی بیا. سلام علیکم. سلام. کارو خوب؟ همه خوب. بچه جان میبخشی که من تو از کار ناراحت کردم. نه 100% مادر. من امروز زود دارم میدونی که ما خواستم که دقتی ما بازار روی خرید کنیم. بگم مهمونا میبیاین. او مادر خودت میدونی که من جای سریوس اینجا کار میکنم یا نمیفروشم که مثال من یگان کاری خطا کنم. این بگه کاره من گنده کار دارم میفروشم کارو ببینم بعد یگام روز با حضور میشینیم زود روز شما را مقید میگیریم. میشود؟ مادر جان زود روز مبارک. با قدری مادرم امروز باید رسید زیرا آنها غنیمتند. اگر یک ذره همین نوری مو با تو تاثیر کرد خواهر یا اینکه برادر عزیز پس با مادرت خودی حاضر زنگ زن و از اولیو با خبر باش. عیدت مبارک مادر. خبرهای ما همیشه خوشند. شما بیکار هستید و راهی چگونه پول کار کردن رو جویا هستید؟ شرکت فابرلیک اقدام پیشنهاد کردنی است که نفران بار اول به این شرکت اعضا شده را با تحفه شاد میگرداند. زنهای عزیز، بانوان گرامی، خواهشی در فابرلیک کار کردن دارید؟ پس فرصت را از دست نداده در حال به این شرکت اعضا شده صاحب تحفه بهترین گردید. رقم ها در روی اکران. ما همیشه به شما کمک میرسونیم. دیر نکرده به ما نویسید. لابай. من یک سوال دارم. چی سوال؟ بگو مادرت را دوست می‌داری زیاد یا مرا؟ هیچ خالی سوالای. البته که مادرم رو. چرا مرا نه مادرت را؟ برای اون که فردا اگر پسردار شوم میخواهم که مادرش را از زنش دیده بسیارتر دوست دارد. سلام دوستان عزیز، سلام برادرای عزیز. در کانال حکیم تیوی بسیار ویدیوهای عجایب و غرایب رفته شده است. این برادری ما در شهر فرانسه. اگر شما میخواهید که از همه ویدیوهای او باخبر باشید پس به اینجا حتما نظر کرده از نام من سلام نوشتن و پادپیس کردن و لایک گذاشتن رو هیچگاه فراموش نسازید.